دیشب فیلم مصائب مسیح رو باز تماشاش کردم، ولی این بار چیز عجیبی برام اتفاق افتاد. در میون همه اون افرادی که به نحوی به عیسی پشت کردند من از دست یهودا خیلی عصبانی بودم و نمیدونستم که چرا فقط از میون اون همه آدم از دست یهودا عصبانیم. امروز صبح باز فکرم به این قضیه مشغول بود که متوجه حقیقت تلخی شدم. من از اون جهت از دست یهودا عصبانی بودم چرا که بارها تو این زندگی خود من هم مثل یهودا عمل کرده بودم. عیسی رو شاید ارزونتر از 30 سکه نقره فروخته بودم. عصبانیت من راستش رو بخواید عزیزان از یهودا نبود، از خودم بود. راستی چی شد که یهودا به عیسی خیانت کرد و چه باعث میشه که من و شما هم به این روز بیفتیم؟ در روایت انجیل میخونیم که کیسه پول نزد یهودا بود و از اون واسه خودش هم بر میداشت. در واقع منفعت شخصی خودش رو بر همه چیز ترجیح میداد و همین هم باعث میشد که خیلی چیزها رو نبینه، برای خیلی چیزها کور باشه. مثلا وقتی که زنی همه شیشه عطرش رو بر پای عیسی میریزه، نیکویی اون زنو و علت انجام کارشو نمیبینه. در مقابل چشم یهودا فقط 300 دیناری هستش که میشد اون عطر رو فروختش. چنین فردی حتی گوشهای خودش رو به حرف خدا هم میبنده. مسیح در شام آخر از خیانتش بهش خبر داد، ولی باز هم رفت و به مسیح خیانت کردش. تا به اونجا که برای اینکه هر گونه اشتباه رو امکانش از بین ببره رفت در باغ مسیح رو بوسید. دانته در اثر خودش وقتی که از یهودا صحبت میکنه او رو به عنوان هیولایی ترسناک تصویر میکنه. آیا این بابا از همون اول هیولا بود؟ نه، فکر نمی کنم. پس علت رو کجا باید جستجو کنیم؟ ممکنه که فکر کنیم که محرک یهودا در این خیانتش پول بوده. درسته، پول میتونه در این مورد محرک باشه. پولس رسول عیسی مسیح در این مورد میگه که عشق به پول ریشه همه بدی هاست. در پی این پولس میگه که خیلی ها از ایمان لغزش خوردند و افتادند و خیلی ها هم پولس میگه که خودشون رو در میان خارهای دردناک زندگی گرفتار کردند. وقتی که پولس این مطلب رو می نوشته باور من بر اینه که پولس داشت به یهودا فکر می کرد، اینکه چطور خودش رو اسیر عشق به پول کردش و زمانی هم که چش خودش رو باز کرد خودش رو در جایی پیدا کرد که دیگه راه برگشت براش وجود نداشت. میبینیم پولی که نزد یهودا به امانت بود بر وجود او مالک شده بود. به خاطر همان پول یهودا بارها به برادران خودش دروغ‌ها گفت، اونها رو فریب داد، اعمال خوب اشخاص دیگر رو تحقیر کرد و اونها رو کوچک شمرد. به خاطر 30 سکه نقره بهترین دوست خودش رو فروخت. میبینید که طمع به سر انسان چی میاره؟ اول فریب رو طمع در قلب انسان میکاره و انسان ابتدا به خود فریبی مشغول میشه. پس از اون این خود فریبی میبینیم که فراتر میره و به فریب دیگران میرسه و در این راستا دروغ‌های کوچک گفته میشه
در تلاش برای پوشوندن هر دروغ کوچک انسان مجبور میشه که 10 دروغ بزرگتر رو بگه. میزان دروغ ها همونطور که افزایش پیدا میکنه، فریب و حیله‌ای که در قلب انسان ریشه انداخته اون هم بیشتر و قوی تر میشه و پهنای وسیع تری رو به خودش میگیره. در واقع بیشتر شاخ و برگ پیدا میکنه و زمانی چشم باز میکنیم و میبینیم که رابطه ای که با دیگران داریم، اون رابطه دیگه روی دروغ بناست، روی فریب بناست و قادر نیستیم هم که از این دروغ ها و فریب ها دست برداریم. اگه از همون اول حساب کرده بودیم که یک فریب کوچک ما رو تا کجا خواهد برد و به سر ما چه خواهد آورد، شاید خودمون رو ابداً به انجام اون راضی نمی کردیم. هر چقدر که به انسانها عزیزان من بیشتر دروغ بگیم، به همون میزان محبتی رو که به اونها داریم از دست خواهیم داد. آیا به سر یهودا هم همین اومد؟ آیا فریب و دروغ او را تا به این حد از حقیقت و راستی به دورش انداخت؟ شاید. چه داستان تراژیک و تأسف انگیزی. یهودا 3 سال از عیسی جز محبت چیز دیگه ای ندید، چیزی جز اعتماد از او ندید، ولی در حالی که به او تا این حد نزدیک بود عیسی را اصلاً نشناخت، به او اعتماد نکرد، هیچ وقت قلبشو به محبت عیسی باز نکرد. هر اون چرا که دیگر شاگردان از دهان عیسی شنیدند یهودا هم شنید. معجزاتی رو که عیسی انجام داد او هم دید. اینکه چطور مریضان شفا پیدا می‌کردند، کوران بینا می‌شدند، افلیچ‌ها به راه می‌افتادند. یهودا حتی شاهد زنده شدن مردگان هم بود. یهودا دائم با عیسی زندگی کرد. همه عیسی رو دوست داشتن، همه به عیسی اعتماد می‌کردند. یهودا عزیزان من چنان شخصی بود که عیسی قلب خودش رو نزد او باز می‌کرد. ولی ببینید چه شد؟ دیگر شاگردان قهرمان از آب در اومدند، ولی یهودا خائن. و سوال من الان اینه، در این ماجرا من کجا هستم؟ در این ماجرا شما عزیز من کجا هستید؟